یک بیان خوب کرده. مالداری که سخی نباشد، مال یک چیزی بیهوده در دستی او. الله هر کسی را که مال داد باید سخی باشد. و حضرت علی هم میگه که لا یزال الدین و دنیا قائمین مادام اربعة اشیاء. دنیا تان و دین تان هیچ وقت سالم نمیمانه تا وقتی که 4 چیز جای خچه نگیره. یک تاش میگه مادام الاغنیا لا یبخلون بما خوولو. مادامی که بایها در ثروت و مالهای داشتگیشون بخیل نباشن. یک سببی میگه دنیا تانه آبادیش دین تانه پیشرفتش همینه که بایها باید سخی باشن. بایها باید سخی باشن. احمد دانش در معیار و تدینش کتابش میگه که آدمی دوراندیش 5 چیز نگاه میکنه و بعد همون ملک برای زندگیش انتخاب میکنه. یک تاش میگه نگاه میکنه که بایهاش سخی هست یا نه. اگر در همون ملکی که بایهاش سخی نباشه در اوج زندگی کردن خانه ساختن انتخاب نمیکنه. حضرت هم همین را بیان دارد که از 4 چیزی که بیهوده است یک شمیه مالی که یا مالداری که سخی نباشه. همون مال بیهوده ای. یعنی یگان نفع به همون مردکی که در دستش مال آمه رسیده هیچ نفع نداره. هیچ نفع نداره. حقیقتا برادرای عزیز در هر همین الله مهربان بینم که همین یک خانه در 10 کس اگر 10 کس اگر در همین جا اعضای یک اویله کبوشه ببینی که بینشون در 1 کس یا 2 کس امکانیت های میته که همین باقی را نگاه میکنن. 8 کسی دیگر را نگاه میکنن. این نظام الله مقصد ساخته. ولی یهودی ها امروز برآمدن با بعضی بی سوادای ما و بعضی همین بی عقیده های ما قبولشون کن. میگه که ریسورس ها در دنیا بو چیدستن. این 9 میلیارد آدم در این ریسورس ها نمیرسن. اگر ما ایو را 40-50 فویش نکشیم ما مقصد تمام زندگی کنه نمیتونیم. این ابله ها نمیدانن که این ریسورس چند هزار سال شید به همه رسید. الله چند که آدم آفرید، چند کسا میکشه، چند کسا حیات میته، چند کسا مثال چی کار میکنه. این یک ما ببین اکم مخلوق 1 ساله 2 ساله را ترتیب میتیم، سال آینده را بودجه چه قانونشا میکشیم، دیگرش همین خراجات ها 9 میلیون میفهمیم. این الله مهربان، این بودجت الله مهربان، این بودجت الله معین کردگی. بین نمی یک قدرتش اکثر خاندان ها در 1 کس یا 2 کس های جوی در 1 کس های قریب 10 ها زیاده از او را همه او را تامین میکنن، نگاه میکنن. که ببینید که همین ترتیب اینمی یک دام ده اگر 50 خانه باشه همینجا حتما 1 تا یا 2 تا یا 3 تاش باید میتونن که همین یک دام دویم تامین کنن. میتونن. خداوند همین جا به جا کردگی. لیکن گفتی غرمی های ما که ما مرده ایم جوره. گفتی مردم کلا موسره نتری میگن موسره. او همی آدمی نمیدادگی و بخیل موسر میگن، ممسیک بخیل میگن. همی کارها را که نمیکنیم برادرها، حتی همی زکات همون نمیتیم نمیکنیم، همین چیزا که نیست. ببینید که همین هم یک تاثیر داره. خدا رحمت کنه محمد صاحب ایرانی را میگه تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. کسی حریص دنیا ای این را به مال دنیا سیر کردن بسیار مشکل است. میگه
تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. مرد میدانم که مرغی را ضیافت میکند. اگر یه آدمی را بینم نمی هم مرغ ضیافت میکنه، هم را دانه میتونم، هم را مردک میکنم. یک تا جایی شدیم که حتی همون مرغ هم بیچاره را مقصد ایما و شما هیچی نمیوا بخوره. برای همین برادرای عزیز و گرامی، دکتر میگد که کسی مال دارد و سخی نیست، همین مال بیهوده. مال بیهوده میگن، هیچ نفعش میگه مقصد هیچ فایدهش به صاحبش نمیرسه. برادر عزیز و گرامی، یک دویم چی میگه؟ میگه عالمی که اگر در علم عمل نکنه علمش بیهوده. یعنی عالمی که برادرای عزیز در علم عمل نکنه علمش بیهوده. بین الله مهربان قرآن میگه که الذین اوتوا العلم درجات، ما عالم ها را درجه دادگیم، منزلت دادگیم، مرتبه دادگیم. یکی عالم هایی را که در علمشون عمل کنه. اگر برادرای عزیز همه عالم هم در علم عمل کند، در دین هم بهبودی می شود، در جامعه هم بهبودی می شود. همون 4 چیزی که حضرت علی گفت که دنیاتون قطعی دینتون سلامت نمی ماند تا 4 چیز باقی نباشد. یکش اگر بایی های باشند که سخی نباشند، دویمشان عالم هایی هستند که در علم عمل نمی کنند. یکی از سبب های میگد مشکل پیدا شدن در زندگی های هم دنیایی و هم در دینی تان همه که عالماتون به علم هاشون عمل ندارن. انمو علمی که در عالم هست و عملش نیست، همو علم میگه بیهوده. سیم برادر عزیز چی میگه دکتر؟ میگه تقوایی که در ظاهرت باشه و در باطنت نیست. در ظاهر همین آدم هم میبینی مقصد آراسته، حقیقتا ظاهرش با دین یا با امام یا با پیشوای دین موافقه، لیکن باطنش موافق نیست. ظاهرش هست، باطن ده نیست. میگه همین تقوی بیهوده. همون تقوایی که در ظاهر هست در باطن نیست، همین تقوی بیهوده. حضرت مولوی میگو دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. دستکش تسبیحکش سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما که ببینیم میگیم خوش به حالش مردک مثال بی ذکر نیست. یکی میگه دل در انجام دنیوی فریاد، ولی در اینجا هست یکی اینجا را ظاهر را بین دیگر چیزه، باطن دیگر چیزه. ظاهر را خود حرقه پوشی ها، ظاهر شما بینی مقصد راحت میکنی، همه موافق به سنت های. ظاهر را خود حرقه پوشی ها، باطن را خود مکر و فریبی ها. یکی در دلن همه مکر و فریب های. بعد میگه این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. به این احوال مقصد، به این کار، به این انتخابی تو کرده، مردنت خیلی و خیلی خوبه. بینین؟ یعنی سیم برادر عزیز، تقوایی که در ظاهر هست در باطن نیست. همین چیزی که با ظاهر پرستی میگن، چیزی همین ظاهر ده باشه و باطن ده نباشه، یگان نفع یگان معنی نداره برادر عزیز.